خب تا حالا به یه عکس رادیولوژی قفس سینه نگاه کردین؟ شاید به نظرتون فقط یه عکس سیاه و سفید ساده بیاد، ولی در واقع یه داستان کامله، یه داستان پر از جزئیات. امروز قراره با هم یاد بگیریم چطوری این داستان رو بخونیم. خب این یه عکس رادیولوژی استاندارده. بهش نگاه کنین. واسه اکثر ماها این فقط یه سری لکه‌ها و سایه‌های خاکستری و گیج کننده است، نه؟ ولی قول میدم تا آخر این برنامه نگاهتون به این تصویر کاملاً عوض بشه. پس سوال اصلی اینه، آیا این فقط یه عکس تاره یا یه داستان با کلی جزئیات؟ هدف ما دقیقاً همینه. میخوایم شما هم بتونین مثل یه پزشک به این عکس نگاه کنین و داستان داخلش رو ببینین. خب بریم سراغ بخش اول. برای اینکه بفهمیم چی غیر عادی هست، اول باید بدونیم حالت عادی و بی‌نقص چیه. پس بیایید با هم ببینیم یه عکس رادیولوژی عالی یا به قول معروف استاندارد طلایی چه شکلیه. به این میگن نمای پست رو انتریر یا به اختصار PA. میدونم اسمش یکم ترسناکه ولی مفهومش خیلی ساده است. پوستریر یعنی پشت، انتریر یعنی جلو. پس PA یعنی اشعه از پشت بیمار تابیده میشه و به سمت جلو میره. این روش استاندارد تو کل دنیاست. برای گرفتن یه عکس استاندارد PA 3 تا شرط اصلی وجود داره. اول بیمار باید صاف بایسته، دوم باید یه نفس عمیق بکشه و نگه داره و سوم که خیلی هم مهمه دستگاه ایکس ری باید دقیقاً 1 متر و 80 سانتی متر از بیمار فاصله داشته باشه. این فاصله الکی نیست، یه دلیل خیلی مهم داره که الان بهش میرسیم. و اینجاست که بحث زاویه دید و فیزیک مطرح میشه. این که عکس رو از چه زاویه و فاصله‌ای میگیریم میتونه همه چیز رو، یعنی وضوح و اندازه رو به کلی تغییر بده. ببینید همه چیز به سایه ربط داره. هرچی یه جسم از صفحه یا همون آشکارساز دورتر باشه، سایه‌اش بزرگتر و تارتر میشه. همین الان امتحان کنین. دستتون رو جلوی چراغ بگیرین و به سایه‌اش روی دیوار نگاه کنین. هرچی دستتون رو به دیوار نزدیکتر میکنین، سایه کوچیکتر و واضحتر میشه، درسته؟ قانون رادیولوژی هم دقیقاً همین. خیلی خوب. حالا به این دوتا عکس نگاه کنین. باورتون میشه هر دوشون مال یه نفره؟ فقط به اندازه قلب تو هر عکس دقت کنین. تو یکی قلب خیلی بزرگتر به نظر میرسه. لباش هم تارتره. تفاوت خیلی واضحه، مگه نه؟ خب حالا یه سوال از شما. با توجه به اون قانون سایه‌ای که با هم مرور کردیم، به نظرتون کدوم یکی از این دوتا عکس اون نمای استاندارد و بی‌نقص PA هست؟ سمت چپی یا سمت راستی؟ و جواب درسته، تصویر سمت چپه. اون نمای استاندارد PA هست. چرا؟ خب قلب ما جلوی قفسه سینه قرار گرفته. توی نمای PA اشعه از پشت میاد، پس قلب به صفحه آشکارساز نزدیکتره. نتیجهش چیه؟ دقیقاً مثل سایه دستتون تصویر قلب کوچیکتر و واضحتر میفته. اون یکی عکس نمای AP یا از جلو به پشته که معمولاً برای بیمارای گرفته میشه که نمیتونن سرپا بایستن و چون قلب از آشکارساز دوره بزرگتر و تارتر به نظر میرسه. خب حالا بریم سراغ یه ابزار دیگه تو جعبه ابزار رادیولوژیستا، نمای جانبی یا لترال. به این دوتا عکس نگاه کنین. سمت چپی از روبروه، سمت راستی از کنار. تو عکس روبرو انگار همه چیز عادیه، ولی وقتی از کنار نگاه میکنیم بوم، یه ذات‌الریه که کاملا پنهان شده بود خودش رو نشون میده. میبینین چقدر مهمه؟ نمای جانبی به ما کمک میکنه جاهایی رو ببینیم که تو نمای روبرو نقطه کور محسوب میشن، مثلا فضای پشت قلب یا دقیقاً بالای دیافراگم. بدون این نمای کمکی خیلی از مشکلات مهم ممکنه اصلا دیده نشن. خیلی خوب، حالا میخوایم یه کم کاراگاه بازی کنیم. میدونستین که پزشک‌ها میتونن از نیروی جاذبه به عنوان یه ابزار تشخیصی استفاده کنن؟ بیایید ببینیم چطوری با تغییر دادن وضعیت بدن بیمار میشه چیزهای نادیدنی رو دید. به این عکس نگاه کنین. یه چیز غیر عادی اینجا هست. معمولاً دیافراگم سمت راست یعنی پرده زیر ریه راست یکم بالاتر از سمت چپه چون کبد زیرشه. ولی اینجا برعکس، دیافراگم چپ به طرز عجیبی بالاست. یه جای کار میلنگه. خب به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟ یه لحظه فکر کنین. چی میتونه اون زیر جمع شده باشه که دیافراگم اینجوری داده بالا؟ حالا ببینین پزشک چه کار هوشمندانه‌ای میکنه. بیمار رو به پهلوی چپ میخوابونن. به این نما میگن دکوبیتوس. با این کار جاذبه وارد عمل میشه. اگه مایعی اونجا باشه به سمت پایین و کنار سرازیر میشه و نگاه کنین اون نوار سفید رو کنار دنده ها میبینین. این همون چیزی بود که
دنبالش بودیم. تبریک میگم، شما همین الان اولین تشخیصتون رو دادین. دیدین چطور با استفاده از یه اصل ساده فیزیک یعنی جاذبه یه معمای پزشکی حل شد؟ حس فوق‌العاده‌ای داره نه؟ به این وضعیت میگن پلورال افیوژن که به زبان ساده‌تر همون آب آوردن ریه است. یعنی جمع شدن مایع اضافی دور ریه ها. و تو نمای دیکوبیتوس این مایع خودش رو به شکل همین نوار سفید رنگ نشون میده. خب بریم سراغ آخرین نکته کلیدی. میخوایم ببینیم یه چیز به سادگی یه نفس کشیدن چطور میتونه کل تصویر رو زیر و رو کنه و حتی یه پزشک رو به اشتباه بندازه. باز هم 2 تا عکس از یه نفر. یکی موقع دم، یعنی وقتی نفس عمیق کشیده، و اون یکی موقع بازدم. تفاوت رو ببینید. واقعاً تکون دهنده است. به سیاهی ریه ها و اندازه قلب تو هر کدوم خوب دقت کنید. و حالا سوال آخر. به نظرتون کدوم عکس موقع بازدم گرفته شده؟ یه راهنمایی میکنم، به اندازه قلب و اینکه ریه ها چقدر سفید به نظر میرسن توجه کنین. آفرین، عکس سمت راستی تو حالت بازدم گرفته شده. وقتی ما نفسمون رو بیرون میدیم هوای کمتری تو ریه‌هامون هست، پس ریه ها تو عکس سفیدتر دیده میشن. دیافراگم هم میره بالا و قلب رو هل میده و باعث میشه بزرگتر به نظر بیاد. این یه تله تشخیصی خیلی مهمه. یه عکس تو حالت بازدم میتونه یه قلب و ریه سالم رو کاملا بیمار نشون بده. خب حالا که دیگه حسابی حرفه‌ای شدین، یه معمای نهایی و بامزه براتون دارم. آماده این؟ یه نگاه به این عکس بندازین. به نظرتون اینا چیان؟ بله، اینا عروسک‌های بینی بیبی هستن. امیدوارم از این سفر کوتاه به دنیای شگفت‌انگیز رادیولوژی لذت برده باشین. حالا دیگه شما هم یه قدم به خوندن داستان‌هایی که تو این سایه‌های خاکستری پنهان شدن نزدیکتر شدین.